سلام، شقایق هستم، مربی یوگا و کارشناس ارشد حرکت اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی. امروز میخواستم حرکت ها و تمرین هایی رو بهتون یاد بدم که به بازتوانی درد مفصل ساکرویلیاک یا اسای جوینت کمک میکنه. پس لطفاً تا آخر فیلم رو با ما همراه باشید. مرسی. مفصل ساکرویلیاک به درد تو 2 سانتیمتری خارهای ایلیاک فوقانی خلفی اشاره داره. اصولا درد شبیه درد سیاتیک به قسمت گلوتوال یا باسن و به پشت پا، بعضی موقع هم جلوی کشاله ران میزنه. چپ تقریبا درد شبیه کسی که درد سیاتیک یا باقی مشکلات کمر درد رو داره.
علت دردش میتونه چیزای مختلف باشه. بعضی بیماری ها میتونن مثل ساکروئیلیت خودش یه علت باشه، ولی بعضی موقع ها هم میتونه عواقب مثلا ضربه هایی مثلا زمین ناخودآگاه سوراخ بوده بدون اینکه شما حواستون باشه، پاتون میره اون داخل، یا برفرض امکان داره موقع زایمان یا بعد از زایمان به دلیل کشش ربات‌ها و شل شدن لگن باعث تحریک شدنش بشه. اما تحریک این مفصل رو نباید با اختلال عملکردی اون که با افزایش تحرک این مفصل یا کم شدن تحرکش هست اشتباه بگیریم. این مفصل تحرکش خیلی خیلی کمه و اصولا قابل لمس نیست. حواسمون باید باشه چیزی که ما روش میتونیم احاطه داشته باشیم عضلاتی هستش که روی این مفصل کار میکنه. ربات هایی که این مفصل رو در بر گرفته در تعامل با عضلاتی که روی این مفصل نیرو اعمال میکنه، ما فقط میتونیم روی اونا کار کنیم. عضلات کدوما هستن؟ عضله رکتوس فموریز که الان با شکل میبینید، عضله همسترینگمون، عضله گلوتوالمون، عضله ایلیوسواسمون، حتی عضلات ارکتور اسپاین و لاتسیموس دورسی میتونه از طریق فاسیای تروکولومبار روی این مفصل نیرو وارد کنه. ممنونم، امیدوارم که لذت ببرید. متشکرم.